خب آخرش آمدیم ایران، اما نمیفهمیم چی کار کنیم. چیزی نه، فقط این برنامه ها یا اپلیکیشن ها باید در موبایلت نصب باشد. این برنامه ها خیلی پرکاربرد هستند و حتما به کارتان می آید. اول وارد ایران می شوید، باید یک از این دو برنامه ها را در موبایل یا گوشیت داشته باشی. نمبر 1 بلد، 2 نشان. زمانی که وارد ایران می شوید باید یک از نقشه ها داشته باشید که از این طرف و آن طرف رفت آمد بدانید و این برنامه ها برای آن می باشد. تیپ: اگر از گوگل مپ هم دارید می توانید از آن هم استفاده کنید. اگر خواستید از یک جا به جای دیگر بروید، این دو برنامه ها به کارت می آید. 1 اسنپ، 2 تپسی. بعد از این رفت آمد شاید گوش نشده باشید، پس می توانید از اسنپ فود که بهترین گزینه برای شما می باشد استفاده کنید. و اگر از اسنپ یا تپسی خسته شده اید، برو با ملی بس یا اتوبوس و یا دلخواه من مترو. برای اتوبوس می توانید از اپلیکیشن حمل و نقل عمومی تهران استفاده کنید و برای نقشه مترو یا امان ریل زیرزمینی می توانید از اپلیکیشن مترو تهران استفاده کنید. آمدن را که آمدیم، اما برای گپ زدن هم چیزی می خواهیم. برای گپ زدن بهترین سیم کارت ها در ایران عبارت از همراه اول، ایرانسل و رایتل می باشد. گپ خود را هم زدیم، حالا وقت کمی سرگرمی می باشد. برای دیدن فیلم بهترین برنامه ها عبارت از فیلمو، گپ فیلم و آپارات می باشد. و در آخر چرا تا هنوز فکر نکردیم که این برنامه های اپلیکیشن را از کجا نصب یا دانلود کنیم؟ پس برنامه های داخلی برای دانلود اپلیکیشن ها در ایران عبارت از بازار و مارکت می باشد. اگر از ویدیوی ما خوشتان آمد، برای قدردانی از ما سابسکرایب را فشار دهید و اگر دوست داشتید لایک هم کنید.